الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب نائب وزیر صاحب، جناب بدران صاحب، جناب رحمي صاحب او همدارنګه جناب شهزاد صاحب، ډېر قدرمنو معززو رئیس صاحبانو، همکارانو، قدرمنو او معززو مېلمنو، سهار مو بخیر، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. ډېر معززو، تاسو ته خو روښانه ده چې نن د عوایدو ګمرکونو جناب امین صاحب ته د معرفي پېژندنې ناسته ده. مخکې له دې چې موږ رسما دغه خپلې ویناو برخې ته لاړ شو، له قاري صاحب عبدالرحیم سادات څخه په خورا درنښت هیله کوو تر څو راشي دغه زموږ مجلس منور او نوراني کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا رحمن. صدق صاحب څخه نړۍ مننه چې زموږ مجلس سره منور کړو، او اوس هم له تخنیکي همکارانو څخه په خورا درنښت هیله کوو چې د افغانستان ملي ویاړ او ملي سرود ورته وړاندې کړي، او تاسو ټول معزز څخه هیله کېږي چې په ویاړ یې ودرېږئ. د تقرري د حکم لوستلو لپاره د بشري سرچینو له ښاغلي رئیس صاحب څخه بلنه ورکوو تر څو دریج ته راسي او حکم ولولي. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم وزیر صاحب، موږ صاحبانو ټول حاضرینو په اجازه باندې
بر اساس پیشنهاد جلال محترم وزیر صاحب مالیه، پیشنهاد 186 مورخ 25 قوس سال 1399 و با اساس حکم مقام علی ریاست جمهوری حکم نمبر 26 و 25 مورخ 29 قوس سال 1399 پیشنهاد با شرح ذیل منظور شده. ملاحظه شد تقرر محترم مجیب الرحمن شیرزاد در بست موافق رتبه باعث معین عواید و گمرکات وزارت مالیه طبق توضیحات متن پیشنهاد منظور است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. اول جناب معین صاحب ته مبارکي، ټول همکارانو ته مبارکي وایم، موفق سرفراز اوسئ. لجنه رئیس صاحب څخه نړۍ مننه. اوس هم د مالیې وزارت له جلال المعاد وزیر صاحب څخه په درنښت هیله کېږي تر څو دریځ ته راسي او په خپله وینا مو وویاړي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. محترم معین صاحبان و درنو حاضرین، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن خوشحاله یم چې د معینیت عواید او گمرکات دپاره موږ جناب شیرزاد صاحب پیشنهاد کړی و او منظوري مو اخیستې او ده ته او ټول وزارت ته او افغانانو ته مبارکي وایو. زه مطمئن یم چې شیرزاد صاحب یو مخلص مؤمن افغان په حیث خپل دنده ترسره کوي او د دې ځورېدلې کړېدلې دردېدلې ولس لپاره هغه خپل اعظمي هڅې په جاري ساتي. د موږ هدف دې ملک ته خدمت کول ده. ما چې نن د والعصر آیه مبارکه تاسو ته تلاوت وکړ، الله فرمایي قسم خوري په عصر، په زمان باندې، په تاریخ باندې، او تاریخ گواه و شاهد نیسی چې انسان په خسران کې ده. همدا چې موږ د دفتر نه تر دې ځایه پورې راغلي یاستو، یو برخه د ژوند د موږ ضایع شوې ده. همدې له خاطره وایي ان الانسان لفي خسر، چې انسانان په خسران کې ده. هر لحظه هر ثانیه چې تېرېږي یو برخه د ژوند چې موږ مشخص ژوند وي، یو برخه یې کمیږي. مګر چې څوک د دې خسران نه محفوظ پاتې کېږي، چې الله فرمایي الا الذین آمنوا. انسان خو هسې په خسران کې ده، مګر څوک په خسران کې نه، هغه کسان چې الله باندې ایمان راولي، وعملوا الصالحات او صالح اعمال ترسره کوي، وتواصوا بالحق، وتوصیه په حق باندې کوي، وتواصوا بالصبر، وتوصیه په صبر کوي. ولې حق صبر نه مخکې راغلی ده؟ په دې خاطر چې څوک چې د حق خبره کوي، چلنجونو سره، مشکلاتونو سره، ستونزو سره مخامخ کېږي. دې لپاره صبر او استقامت ته ضرورت ده. موږ په دې ښه پوهېږو چې دغه کسان چې د هدف په لورې روان وي، که موږ نیت همدا وي چې موږ کوټې سنګي ته لاړ شو، نو کوټې سنګي نه چې دې ځای نه کوټې سنګي خواته هر قدم چې ږدو د هدف خواته روان یاست. او که چېرته موږ د کوټې سنګي په ځای پل چرخي خواته روان سو، نو دا د موږ ضایع ده، وخت هم ضایع کېږي، ځکه چې هدف هم هلته ده. نو د موږ هدف د الله رضا ده او د دې ځورېدلې دردېدلې ملت ته کار کول ده. تاسو باور وکړئ، ما مخکې معین صاحب سره شریک کړ
معجزه سهار او مازیگر ماخام زم کور خواته په دې سړک کې وینم هغه سپینګیري خلک چې په عمر کې هم سوال نه دی کړی خو اوس سوالګر شوی دی هغه ماشومان چې واړه واړه ماشومان دي موږ او تاسو ټول ماشومان لرو یا خپل کور کې دا مولویږي چې خپل ماشوم هم صافي په لاس کې وي او د موټرونو شیشې پاکي او د مجبوریت له رویه دا کار کېږي په دغسې یو حالت کې هم چې موږ چې متصدي د بیت المال د ساتلو یاستو وزارت مالیه په حقیقت کې بیت المال ساتونکي دي چې موږ بیت المال ساتنه په هغه طریقې سره چې ایجاب کوي چې ونکو موږ هم د خدای په نزد کې هم د دې ملت په نزد کې مسؤول یاست او دې نه به ستر خیانت نه وي چې د بیت المال په امورو کې سړی غفلت وکړي او یا لاسوهنه وکړي خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت تا چه زمانی ما دست حاجت ما به دیگران دراز باشه بیدر صاحب میگه که دست حاجت چون بلند گردید استغنا نشست وقتی که ما دست گدایی ما به دیگران بلند باشه بدون هیچ نوع تردید که عزتی را که ما خود ما توقع داریم او را دیگه نمی داشته باشیم امروز متاسفانه ما زمانی که سفر میکنیم اینجا بزرگان شیشتن وقتی در پاکستان سفر کردیم پاکستانی پلیس سر ما صدا میکنه که مهاجره کمی نراغلی دیگه صدا میکنه کابله یا چرت ازید باید لعن توهین آمیز در حالی که اونا مسلمان هستند حتی هم زبان ما هستند ولی از همین سرحد که تیر شدیم با ما همی برخورده کردن وقتی با ایران سفر کردیم در ایران دیدیم که افغانی آشغال افغانی پدر سوخته افغانی پدرسک خطاب میکردن وقتی به سعودی رفتیم افغانی را به نام عجمی و اجنبی خطاب میکردن چرا؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر ما جزء از امت اسلامی نیستیم؟ مگر به اندازه افغانستان کدام ملت قربانی داده به خاطر عقیده و فکر خود؟ اما معیار چیز دیگه است. ما تا زمانی که همتا و سیال نشویم با این همسایه های خود با کشورهای اسلامی با ما همی برخورده میکنند ولی زمانی که ما سیال بودیم که انشالله تمام زمینه های سیال شدن و تمام امکانات ترقی و پیشرفت و انکشاف در افغانستان موجود است یک رهبریت قاطع سالم معتقد مومن میخواهد افغانستان تا این تحول در افغانستان به وجود بیاید و افغانستان بتانه از امکانات ذاتی خود به خاطر آینده خود به خاطر نجات کشور خود استفاده بکنه و این مسئولیت به دوش ما و شما است خصوصا به دوش جوانایی که با یک تعهد راستین در پیشگاه خدا و ملت خود ایستادن و به خاطر از این ملت زجر کشیده و دردیده که 40 سال زیر توطئه‌های اجانب و دشمنای اسلام زندگی می‌کند هر روز در اینجا انفجار است هر روز در اینجا انتحار است هر روز به خاطر اهداف بیگانگان در اینجا مردم خود ما را کشتن و می‌کشند 40 سال است که در کشور ما آتش جنگ تحمیلی بر ما افروخته شده و روزانه مردم ما را به قربانی می‌گیرند 40 سال است که مادران این سرزمین چشمشان در شهادت فرزندانشان اشکبار است 40 سال است که مردم افغانستان رنج میکشند درد میبینند و 40 سال است که طفلکان ما
در ابتدای زندگی پدران خود از دست میتن و فریادهای جانگدازی از اینا با نوه‌های دردآگین مادران از این سرزمین در فضای کشور ما عجین شده و هیچ راه بیرون رفتی بر از این وجود ندارد. در این متر یک ولد و در این متر یک زمینه اگر ما هم غفلت میکنیم و به حال همین ملت رنجیده و دردیده ما توجه نمی کنیم، باور کنیم که هیچ گناه بزرگتر از این وجود ندارد که ما در این رابطه غفلت کنیم. در تمام دنیا ببینید جنگ در کجا ادامه دارد؟ در سرزمین مسلمان، از افغانستان گرفته تا شاخ افریقا، همه جایی که مسلمان هست درگیر هستند. و یکی از علتهای عمده این درگیری هایی است که کشورهای ما را فقیر نگه داشتند. ما فقیر نیستیم، فقیر نگه داشته شدیم، به خاطری که خوب دقیق میفهمند که ملتی که فقیر بود از اونا میتونن مزدور بگیرن و به خاطر اهداف خود اونا را استفاده میکنن. تا امروز این سلسله متاسفانه ادامه دارد. هیچ دلیل عقیدتی و فکری و اسلامی کسی آورده نمیتونه که امروز در کشور ما بالای مسلمان، بالای امام مسجد، در داخل مسجد انفجار صورت بگیرد. هیچ دلیل اسلامی کسی آورده نمیتونه به این رابطه. کسایی که مدعی از این میباشند که ما علیه استعمار میجنگیم، خانه‌تان آباد، ولی با استعمار سازش میکنیم، با ملتت میجنگیم. در هر دو طرف بچه افغان کشته میشه، بچه از همین سرزمین کشته میشه و مادرای همین سرزمین در شهادت فرزندانشان غمگین و هشتبار شدن. تا چه زمانی باید این وضعیت ادامه پیدا کنه؟ کار در دست خود ماست. بیایید یک افغانستان آباد و افغانستان آزاد بسازیم. افغانستانی که آباد شد بدون تردید آزادی هم کامل میشه. ولی اگر افغانستانی محتاج بودیم، دست حاجت ما به دیگران دراز بود، حتی کمک‌هایشان هم مشروط میباشد. ما در این متر یک مرحله قرار داریم. من مطمئن هستم که تیم وزارت مالیه تیم متحد هستند، با خدای خود و با ملت خود تعهد دارند. به خاطر خدمت برای سرزمین و این ملت تا روزی که ما در این وظایف هستیم ذره هم غفلت نمی کنیم، از کار خود استفاده سو نمی کنیم، برای کسی که با فساد آغشته است سازش نمی کنیم، با مفسدین مبارزه می کنیم، ولو که هر کسی باشه و با هر کجای ارتباط هم داشته باشه، ما پروایی از رو نداریم. به خاطر که بالاتر از خدا کسی نیست. ما زمانی که نماز میخوانیم در همین ابتدایی که اراده میکنیم که خود در برابر خدا قرار میدیم، دست خود بالا میکنیم با عنوان تسلیم و الله اکبر میگیم که جز پروردگار و هیچ کس دیگه تسلیم نیستیم. تسلیمی خود با خدا اعلان میکنیم و بعد از او در سوره هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو استعانت و کمک میخوایم. وقتی بر رکوع میریم، زمانی که اراده میکنیم که سر خود خم کنیم، در اون زمان هم باز الله اکبر میگیم که در برابر هیچ کسی جز خدا سر تعظیم فرو نمیاریم. این سنت مسلمان است، این عقیده مسلمان است که جز خدا در برابر هیچ کسی سر تعظیم فرو نمیاریم. ما در 5 وقت نماز خود این را تکرار میکنیم به خاطر که نشود غافل شویم، نشود در برابر بت‌های دنیایی و زور و قدرت ما سر تعظیم و کرنش فرو بیاریم. وقتی به سجده هم میریم، در رکوع که رفتیم سبحان ربی العظیم میگیم، پاک از پروردگار بزرگ ما. وقتی بس طرف سجده هم میریم باز هم الله اکبر میگیم. به خاطر چی؟ به خاطر که جز خدا و هیچ کس دیگه سجده جواز نداره و در برابر هیچ کسی سر خود
بس زمین نمیگذاریم جز پروردگار. وقتی با این نمیتونه اراده باشیم در اونجا هم سبحان ربی الاعلی میگیم، پاک از پروردگار بزرگ بلند ما. با این نمیتونه یک نیت وقتی که مسلمان باشه من مطمئن هستم که این سرزمین آباد و آزاد میشه و انشالله که ما اراده ما همیست میدونم در این راستا موانع مشکلاتی وجود دارد، دست های مغرضانه در کار می باشد، توطئه های مختلف را به کار می بندند تا مانع از این کار شود، ولی ما با اراده همی که به خدا و به ملت خود تعهد داریم و جز از این دیگه چیز را نمیشناسیم این کار را پیش میبریم. ما افغانستان را میخواهیم که مردمش با دو اصل و اساس زندگی آینده سیاسی اجتماعی و اقتصادی خود پیش ببرند. اول عقیده و فکر اسلامی که جز از این راه نجات برای بشریت وجود ندارد و اگر ضرورت به این بود در این رابطه باز یک روز بحث میکنیم، امروز روز بحثش نیست. دومی که منافع ملی مردم خود ارجحیت قائل هستیم و از او هیچ چیز دیگه را بلندتر نمیدانیم. ما با مردم خود و خدمت به مردم خود این تعهد میکنیم و میخواهیم که همه افغانان در محور این نمیتونه یک حرکت با هم جمع شوند تا افغانستان واقعا آزاد و آباد داشته باشیم. خداوند شما را توفیق بده که در این راستا کار کنیم و ما معین صاحبان بعد از اینکه مبارکی میگم توفیق از خدا برش میخواهیم که در این رابطه با این تیم و ما در کنارش قرار داریم حتی زمانی را که کار ما به خاطر رضای خدا باشه. ما براتان اطمینان میدم کار شخصی ما هیچ چیز ندارم، در هیچ مورد هم معامله شخصی ندارم. کار وطن ما، کار ملک ما، کار افغانستان که باشه ما در کنارتان هستم و تا آخرین رمق از کار مثبت شما دفاع خواهد کردیم و در پالیتان قرار خواهد داشتیم و از خدا توفیق و توان و پیروزی براتان میخواهیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جلال محمد وزیر صاحب سلوړی مغواړم ډیره مننه. اوس هم جناب شهزاد صاحب لومړی مبارک او ورپسې مدرس ته راوغواړو تاسو خپله وینا وړاندې کړئ. ډیره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. جلال المحاب وزیر صاحب، زدران صاحب، رئیمی صاحب، صدیقی صاحب، تمام رؤسای محترم وزارت مالیه، همکارای محترم وزارت مالیه، مهمانای عزیز از خارج وزارت، عزیزای شخصی من، اعضای فامیل من و تمام دوستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز که احساس میکنم که یک چند وقت مسافر بودم دوباره به خانه برگشتم، چون خود همیشه عضو فامیل وزارت مالیه میدانستم و میدانم. دوستا همیشه من نمیخوایم که بیانات به شکل دیدم که او همیشه هر چیز به شکل فرمولاریتیش باشه و چند حرف نمایشی باشه. در ابتدا از جلال المحاب رئیس جمهور و از جناب وزیر صاحب مالیه بسیار زیاد شکرگزار هستم که به من اعتماد کردن و این خاطر نه که مرا معینه باید کار کردن. من معین بودم و درخواست معینت نداشتم دوستا، هیچ درخواست نکردم. از اینکه رئیس جمهور و وزیر صاحب بالای من اعتماد کردن از اعتمادشان تشکر میکنم و وعده میکنم و از خدا توفیق میخوایم که من اعتماد اینا را و اعتماد ملت را نگاه کرده بودم. فقط آرزوی من اینمی است که من اعتماد نگاه کرده بودم. دوستا وزیر صاحب روی جنبه های دینیش، روی جنبه های واجب و مسئولیتایش مفصل صحبت کردن که وظیفه ما و شما چقدر خطیر است، چقدر مهم است. ما
من حیث یک دکتر با سرنوشت یک مریض بازی نمیکنیم. من حیث یک انجینر با سرنوشت یک تعمیر بازی نمیکنیم، بلکه من حیث یک مسئول با سرنوشت ملت خود بازی میکنیم. وابستگی سیاسی مربوط و منوط به وابستگی اقتصادی است. هیچ ملتی بدون وابستگی اقتصادی وابستگی سیاسی خود به دست نمیارد تا زمانی که احتیاج باشه. آیا برای برآمدن از این احتیاج اما دید استراتژیک ما چی است؟ چی پلان داره؟ بالاخره بدون بنچمارک‌های دونر ما پیش خود چی تعهد داریم که بالاخره چی میکنیم؟ آیا همین مسئولیت در این وطن به دوش کی است؟ همین مسئولیت کی گرفته؟ ملت بیچاره خود با چشم خود بالای ما شما اعتماد کرده. انشاءالله ما هیچ وقت هم با این نیت و با این نیت نمیگیم که ما بلغت میزنیم و بیرون میپرتیم و میگیریم و بندی میکنیم. نه، با شما کمک میکنیم، با شما یک جا کار میکنیم، دستتان میگیریم، شما را بلند میکنیم، یک جا با پیش میریم، یک تعهد با یک مقصد با یک آواز خود را به یک جا میرسیم. ما مطمئن هستم تک که کسایی که در وزارت مالیه هستند اونا را میشناسم. ما کادرهای بسیار زیاد متحد، کادرهای بسیار زیاد مسلکی و کادرهای بسیار زیاد پرکار در داخل وزارت مالیه داریم. ولی بعضا موضوع به شکل میشه که یا زیر چراغ تاریکی میشه یا آب در کوزه و ما تشنه لبان میگه. امیدوار هستم که فضایی را ایجاد بکنیم. ابتدا فضای کاری را به شکل ایجاد بکنیم که هر کس شوق و علاقه بگیره و بیاید کار بکنه، خود به هدف خود برسونه. نه فضایی را ایجاد بکنیم که هر کس کسی را تخریب بکنه، هر کس از کسی خود نگاه بکنه و تمام نیروی انرژی ما به این مصرف شود. می‌خواهیم که تمام نیروی انرژی ما به همکاری و صداقت و به ایمانداری مصرف شود و با این تعهد انشاءالله هستیم. هیچ وقت هم برای مفسد اجازه نمیدیم که با ما نزدیک شود. هر کس مفسد است، ما از پیش شمیل خواهش میکنم که به طرف من نزدیک نشد. هر کسی واسطه دار است، از پیشش خواهش میکنم که با من نزدیک نشد. مثل عسکر که در سرحد جان میده، مثل اردو که بر دفاع وطن شما جان میده، مامور خدمات ملکی باید برای آبادی وطن خودمون رقم جان بده. ما از عسکر هیچ زیاد نیستیم. 12,000 عسکر میگیره، سرنوشتش 3 چیز است: یا میکشه، یا میمره، یا زخمی میشه، یا اسیر میشه. ولی ما و شما با تمام این سهولتایی که این ملت در خدمت ما و شما قرار داده، ما و شما در مقایسه با عسکر اردو، موتر ما در مقایسه با عسکر اردو، دفتر ما در مقایسه با عسکر اردو و تمام سهولتایی که داریم، از روز اولی که میاییم فقط به فکر چی هستیم که چی رقم فرنیچر دفتر ما را جور میکنیم، چی رقم سکرترهای ما را تعیین میکنیم و چی رقم موتر ما میدیم. دوستا و ما صرف اون موتر کفایت میکنه که ما را تا خانه ببره و بیاره. نوعیتش هیچ مهم نیست. از دفتر ما عمل فرنیچر را بکشیم، یک میز یک چوکی برای ما بانه و برای ما چیزی که شما میاریم او چیزیست که کار بکنیم. همین یک شرایط را ایجاد کنیم که هر کس اهداف ما معلوم باشه، اهداف ما پراگنده نباشه، ما به کدام طرف را پیش میریم. دوستا از تشکیل شروع میکنیم. آیا تشکیلات ما جوابگوی اهدافی هست که ما میخواییم خدا به اوجه برسانیم؟ همین تشکیل جوابگوی ما است، هم از نظر استرکچری تشکیل، هم از نظر کمیتی تشکیل، هم از نظر کیفیتی تشکیل. ما را به اوجه رسانده نمیتونه. ما اداره را نمیخواهیم با کارهای روزمرگی مسئول باشیم. ما میخواهیم که اهدافهای اساسی را بگذاریم، با اهداف استراتژیک فکر بکنیم تا که هستیم درست پیش بریم و تا به سرعت درست پیش بریم و بعد از اینکه نبودیم هر کسی که روی این اهدافها
خش بگذاره و تا به سوره آتش بره. آیا ما این درک کردیم که فعلا ما در کدام وضعیت هستیم؟ از چی حالت قرار داریم؟ کلی ما به یک نظر هستیم. خب اگر این درک کردیم که فعلا به کجا قرار داریم، آیا این هدف هم پیش ما است بسیار زیاد مشخص که 3 سال بعد یا 5 سال بعد ما میخواهیم به کجا بریم؟ در 2024 به خودکفایی اقتصادی میرسیم. چرا؟ میخواهیم مرکز کنار چرا؟ و همی عواید گمرکات تحلیل 5 ساله اقتصادی پیش ما است. کدام طرف میره عواید ما و محصول گمرکی ما؟ آیا تنها روی اتکا میکنیم دیگه منابع عوایدی ما چی است؟ و چقدر عواید از او به دست آورده میتونیم تا ما به اهداف خود برسیم؟ این ویژن 5 ساله ما چی است و این ویژن باید موجود باشد و هر کس تک از فرد اول تا فرد آخر باید از این خبر باشه و به اون طرف رو پیش بره. آیا لوایح وظایف ما درست است؟ من که میبینیم لوایح وظایف شما برین دیگه با از من شنیدین لطفاً دفترهایتان که رفتید ببینید لایحه وظایف یک رئیس عمومی را تا مامور بسکه‌بندی ببینید. فرقش کشیده امروز دیگر با ما بیاره. از روی چی کار میکنی؟ از روی چی من اجرات تو را ارزیابی بکنم؟ از روی چی من تو را مسئول بگیرم؟ جور کردن پلان سالانه، اشتراک در میتینگ ها، ترتیب گزارش ماهانه، هر آن وظیفه‌ای که توسط عامل موفق داده شود. آیا با همون دیپارتمنت با همون کاری که تو مسئول شدی اهداف همون دیپارتمنت همون کار معلوم است؟ آیا لایحه وظایف تو مطابق همون اهداف جور شده؟ ارزیابی اجرات هر کس خود مستحق میدانه. هر کس خود مستحق میدانه. هیچ نامستحق وجود نداره. اگر ارزیابی اجرات ما در طول 18 سال عمر خدمات ملکی از 22 نمره بالا است، خیلی چرا وضعیت خدمات ملکی ما خراب است؟ من هیچ قبول ندارم. هیچ رئیس اداره کردن نمیتونه که بگه که مامورین ما به کفایت است. من تمام ارزیابی اجرات کشیده پیش روش میپرتم که بر من نشان میده که به کفایتی مامور خود ثابت کرد. پس ارزیابی اجرات ما از روی چی صورت میگیره؟ و چی پاسخگو هستیم؟ از روی چی پاسخگو هستیم؟ از روی هیچ چیزی. یا کسایی که مامور خدمات ملکی نیستند، فوق‌العاده هستند، او از روی چی؟ ارزیابی اجرات میشه. این سیستم ارزیابی اجرات ضروری است. هر کس از روی عملنامه خود، یکی عملنامه آخرت است، یک عملنامه دنیا است. این عملنامه دنیا پیش هر کس خواهد بود. لایحه وظایف و بعدا او اهدافی که برای تعیین شده و چیز اجرااتی که تو کنیم. با سیستمایی که ما بتانیم یک هماهنگی در بین تمام بخش‌های وزارت مالیه ایجاد بکنیم. نه فوکس بکنیم بالای یک بخش که ما او را به نتیجه نرسانه. وزارت مالیه جزء پی‌اف است و ما می‌خواهیم که همین سایکل یا حلقه پی‌اف ما بسته بکنیم. این سایکل یا حلقه از فیسکال پالیسی شروع میشه تا با ما فیسکال استراتژی را نشان بده که پالیسی دولت چی است، اولویت‌های دولت چی است، منابع دولت کدام است و دولت تصمیم داره که کدام اولویت‌های خود در ظرف همین 3 سال یا 5 سال منابع برش تخصیص بده و او را اجرا کنه. باز من برش مسئول خواهد بودم که بگویم که چقدر از او منابع مربوطی ما میشه، من این را برش میدم و بودجه مسئول خواهد بود که او را به شکل درستش مطابق اونمو اولویت‌های دولت اوجه تخصیص بده و اجرای بودجه او را مطابق از او اجرا کنه. کسی که مسئول نظارتش است نظارت بکنه و بالاخره حلقه آخر پی‌اف که تفتیش است، تفتیش به و از شفافیت حسابدهی اجرات ما برای ما گزارش بکنه و ما بالاخره مسئول شویم که از این اجرات خود برای ملت پاسخ بدیم. پاسخ واضح، پاسخی که مورد قناعت باشه. این کار سخت نیست.
و این کار ناممکن هم نیست. ابتدا تعهد میخواهد. این تعهد ما داریم یا نداریم؟ ابتدایی کار میخواهد. ما میخواهیم که بدون مطالعه پروفسور باشیم. چیزی که نفرت دارم، حتی از اسناد خود نفرت دارم. دوستا از اسناد خود نفرت دارم. ما ماستری خود نمیخوایم با کس نشان بدم. ما همون ماستر نیستم که از هند میایم یا همون ماستری که از دیگه ملک میایم. ما چرا از کم است؟ هر کسی رو ببینید قدر سیویش است. این همه قدر سیویش است. وقتی که برش بگیر همین پلان یک ساله را جور که همین پلان یک ساله را فرمتش جور کردن. هیچ کسی سند خود با ما نشان نداره. هیچ سندی با ما ارزش نداره اگر از هاروارد باشه، اگر از آکسفورد باشه. هر کسی توانایی خود با ما نشان بده که بگوید چی کردن میتونید در عمل. و ما میتونیم. ما نشان داده میگم. و ما توانایی زیر داریم. هر افغان توانایی زیر داره و ما مطمئن هستیم که توانایی زیر داره و ما افغانای خود توانمند میسازیم که بالاخره این کار کرده بتونن. این تعهد میخواه، این اشتکار میخواه و این نمیشه که من 9 بجه دفتر میم با ساعت 10 بجه قهوه میخورم، با ساعت 11 بجه دوستای خود خواستیم همراه اونا ملاقات میکنم، 12 بجه خود رخصتی قانونیم است، 3 بجه باز در مجید مال وعده کردیم اونجا باید برم سوشال لایف دارم و یک چند ساعتی که در دفتر هستم. ما محاسبه کردیم یکی از کارهایی که ما در دولت افغانستان کردیم، محاسبه کردیم کار موثر در یک سال. یک مامور چقدر ساعت کار موثر میکنه در یک سال؟ سابق پنجشنبه و جمعه رخصتی بود، 52 هفته بود. در 52 هفته ضرب این را یک سال ضرب 2 کنیم 104 روز تنها رخصتی ازی بود. رخصتی های ملی، رخصتی های این کلش میکشیدی 120 روز صرف رسمیت میمانده یک سال. در 120 روز وقتی ما میاییم یک ساعت چاشتی که ما کار میکنیم تا 1 بجه این رخصتی را میکشیم، این که از طرف صبح قطع میکنیم، این که از طرف شام قطع میکنیم، این را میکشیم. هیچ کسی در 1 سال از 2 ماه زیاد کار نمیکنه. هیچ وقت دولتی را برای ما نکشید. آیا با همین کار ما وطن جور میکنیم؟ جور بشه با همین کار وطن. ما را در ژاپن گفتن که وقتی که هیروشیما را و جناب وزیر صاحب زیاد نمیشه. گفتن که زمانی که هیروشیما را به اتم زدن و همه چیز از بین رفت، رسمیات تا 4 بجه بود تا 8 بجه شب جبری شد، ولی ما تا 12 بجه شب افتخاری کار میکردیم که وطن جور کنیم. آیا ما وطن همین رقم جور میکنیم؟ 9 بجه میریم، 2 بجه میریم. باز میگیم که ما باید آزادی هم نداشته باشیم. من خب میگم وطن این رقم جور بشه که تو 6 بجه بیایی، 8 بجه 9 بجه شب بودی. حرفا زیاد نشد دوستا. درخواست من من حیث یک وطن، من حیث یک معین. من آمدیم که معینت کنیم. من آمدیم در معینت باشه. باور کنیم که قسمی که گفتم من همیال خودم مسافر فکر میکنم. اگر 1 هفته بودم، اگر 1 ماه بودم، هیچ پروایش ندارم. اگر بعد از این وظیفه برم در خانه بشینم، توانایی از اینم دارم که کچالو بفروشم. هیچ کار نمیکنم. شما برای یک روز خود دیدیم که کچالو خود فروختم و افتخار خود کردم و این رو براتان میگم که هیچ وقت از خود نمیبرم. انشالله با همین تعهد آمدیم، از خدا نصرت میخواهیم. وزیر صاحب 6 روز اول برش گفتم که جناب وزیر صاحب من آمدیم معینت کنم یا امرای ما موافقت کنیم. اگر میگی که کار مشترک کنیم و اصلاحات بیاریم و من موافقت. اگر میگی که صفایی بیاریم با فساد مبارزه کنیم و من موافقت. اگر میگی که 100% حمایت کنیم با من موافقت کن. اگر نه موافقت کردی 1 دفعه از پیشت خوشحال میشم. اگر من رد کردی 3 دفعه از پیشت خوشحال میشم. این شرایط فکر میکنم که هیچ گاهی میسر نمیشه که وزیر صاحب 100% متحد به این است که ما شما باید دیگه وزارت مالیه را جور کنیم.
برادران با شنیدن این گپ حال ما عضو فامیل شماست، در هیئت رهبری وزارت مالیه هستم. یک چیزی که فراموش من نشد، لطفاً دیوالا را از من ببرید. همین دیوالایی که ایجاد شده هیچ معاینت اوایل گمرکاتی، هیچ معاینت مالی، هیچ معاینت پالیسی، هیچ معاینت اداری نیست. این هیئت رهبری وزارت مالیه است، این وزارت مالیه است. ما هیچ مرز و هیچ سرحد نمیشناسیم. بیاییم که مشترک کار کنیم و به اهداف مشترک خود برسیم. انشاءالله این کار شدنی است. ما میخواهیم همین یک روحیه همکاری ایجاد کنیم. ما میخواهیم که یک دیدگاه واضح داشته باشیم. ما میخواهیم که کار جدی بکنیم و موضوعی که خیلی مهم است که پروگرام‌های ارتقای ظرفیت ما به چه شکل است؟ آیا ما چند نفر مسلکی تکس در افغانستان داریم که بگوی ادعا کنه که ما مسلکی تکس است؟ کی مسلکی تکس است؟ اقتصاددان، محاسب، کسی که از حقوق برآمده، کسی که دکتر است، کسی که انجینر است. مسلکی تکس کی است؟ کی مسلکی گمرکات است؟ یا کی مسلکی بودجه است یا مسلکی خزانه است؟ دیدگاه ما چی است که ما آیا در 5 سال میخواهیم چقدر سرتیفاید تکس داشته باشیم، سرتیفاید تریجری سرتیفاید داشته باشیم، سرتیفاید کستوم آفیسر داشته باشیم. آیا همی اکادمی که به 18 میلیون دلار جور شد در قدر سال برای ما چی داد؟ حاصلش چی بود؟ پولی که مصرف کرد باید برای ما بگه که برای ما چی دادی در 18 سال. ما یک مامور متاسفانه میشناسم که یک کس به من قصه کرد که نوبتش رسیده بود که به اکادمی معرفی شود، شب کلی که خدا بریده بود. و صبح گفته بود که من خود چیز نشته کردم نمیدانم مرا به اکادمی معرفی نکنه. انشاءالله در قسمت ارتقای ظرفیت پلان‌های بسیار زیاد واضح خواهد داشت. پلان‌هایی که آنجا ترینینگ ها چی رقم خواهد بود، اینترنشنال سرتیفیکیشن ها چی رقم خواهد بود، پروگرام‌های ارتقای ظرفیت دوامدار اکادمیک چی رقم خواهد بود، بورسیه ها چی رقم خواهد بود. برای هر کس این جبری خواهد بود که در طول 1 سال چند سال ترینینگ بگیره و کدام سرتیفیکیشن ها را به دست بیاره. این در پالوی لایحه وظایفش، در پالوی این کارهایی که میکنه این کار را خواهد کرد. در غیر از او دیگه ما این کشور با اماتورا پیش بردن نمیده. این کشور اماتورا دیگه نیست. این تعهد هر کسی که کار میکنه نی در اوایل گمرکات نی در کل وزارت مالیه که کار میکنه باید داشته باشه. من حیث عضو فامیل وزارت مالیه میگم به این تعهد داریم که ما داشته باشه. خیلی زیاد تشکر میکنم. حمایت شما را میخوایم. بیاین یک تعهد بکنیم با خالقت چی کردی که با خلق او کنی. اگر با خدا صادق نباشیم با مخلوقش چی خواهد کنیم. بیاین با خداوند تعهد بکنیم یا الله ما کار میکنیم که او سبب رضای تو باشه و خیر ملت ما باشه. کار میکنیم که ما به این ملت افتخار بیاریم. این ملت دیگه عزیز یابی عزیز رسوایی برای چی رقم یک ملت هستیم در دنیا. مردم به ما با کدام چشم نظر میکنه؟ وزیر سرکو به کدام چشم نظر میکنه برای ما؟ کجا هست همون قهرمانای این ملت کمی تعهد کنه که ما همین کار را میکنیم؟ کل این قهرمان است که ببینیم. کجا هست همون قهرمان که همین تعهد داشته باشه؟ همون قهرمان که بگه که اگر خونم بریزه ما همین کار را میکنیم. همین تعهد بیاین امروز پیدا کنیم با خود. اول با خداوند خود تعهد بکنیم که یا الهی ما همین کار را میکنیم. باز با وطن خود تعهد بکنیم، باز با اولوالامر خود تعهد بکنیم، باز با مردم خود تعهد بکنیم. با همین تعهد با پیش بریم. ما از خدا توفیق میخوایم که با اینم یک جور دلشی آمدیم، با یک جور دلشی برو، با اینمی دلشی برو. و این از خدای خودی سناره میکنم که با همین نام نیکی که آمدیم با همین نام نیک برو. و در این را از خداوند تعالی نصرت میخوایم و از مقام رهبری و از تمام همکارای خود کمک میخوایم. انشاءالله خدا روزی بیاره که ما همه تو پشت یک مایک ایستاد باشیم و بدون اینکه حرفای ذهنی و سبجکتیو بزنیم، خودم بازی بدیم، مردم هم بازی بدیم، عملا بر مردم نشان بدیم که ما چی کار
جناب شهزاد صاحب ستاسو له هیله بښونکې وینا څخه نړۍ مننه کوم ودان جناب وزیر صاحب مولوي صاحبانو ټولو معززو له وسیلې نه مننه چې تر دې دمه راسره وئ نور مو په الله پاک سپارو جناب شهزاد صاحب معرفي مو خدای مو مل شه